салом, рӯзатон бахайр шунавандагони азиз. охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. имрӯз сешанбе 11 августи 2020 сол. хабарҳоро аз Москав шурӯъ мекунем. бозори Чуплистан дар Москав бинобар як амалиёти вижа барои мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ баста шуд. дар ин бора ТАСС бо истинод ба як манбаъ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар медиҳад. кормандони хадамоти федералии амнияти Русия, полис ва Росгвардия дар бозори Чуплистани Москав як амалиёти вижа анҷом доданд, гуфтааст мусоҳиби агентӣ. طبق معلومات پیشکی گمانبرشدگانی که در ساختکاری یک قطار حجت‌ها و مهرها مشغول بودند حالا دستگیر کرده می‌شوند. قید کرده می‌شود که عملیات با تشکیل مهاجرت غیرقانونی علاقه‌مند است. یادآور می‌شویم که طی یک هفته باز کارمندان مقامات حفظی حقوق در بازار مذکور که اصلاً جای تجارت مهاجران مهنتی می‌باشند ریدهای مشترک را شروع کردند که در پی این ده‌ها مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت شدند. بعد از چند وقت چنین بازداشت‌های دسته‌جمعی در نسبت مهاجران علامخصوص شهروندان تاجیکستان، حامیان حقوق مهاجران در صحبت با بعضی از رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی گفتند که بازداشت‌های دسته‌جمعی کارمندان پلیس در اکثر موارد بی‌اساس است. همه مهاجرین بازداشت شده را از بازار توپلیستان با هر بهانه مقامات 5000 روبل روسی جریمه می‌کنند. گفته بود قبلا در صحبت با رادیو مهاجر محمد صابرов حامی حقوق مهاجران در مسکو. در روسیه میمونیم و خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما ادامه میدهیم. در مسکو تحت رهبری دیرکتور خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر براتنیکوف جلسه کمیته ملی زیدی تروریستی برگزار شد که در آن مسئله ورود شخصانه احتمالاً زیر خرافات گروه‌های تروریستی قرار داشته هنگام ورود به روسیه بررسی شد. مقامات گفتند که از اول سال 2019 تا کنون بیش از 820 نفری که به اشتراک در فعالیت تروریستی و اکسترمیستی گمانبر شده‌اند برای ورودشان به روسیه اجازه داده نشده است. الکساندر بورتنیکوف اینچنین قید کرده است که استفاده جریان مهاجرت از جانب سازمان‌های بین‌المللی تروریستی نباید راه داده شود. ضمن ملاقات جانب‌ها تدبیرهای تقویت بخشیدن فعالیت‌های پیشگیری کننده در محیط مهاجرت با مقصد پیشگیری پنه‌شوی گروه‌های رادیکالی را مورد بررسی قرار دادند. اینچنین با ضرورت بلند برداشتن ثمراناکی خدمت‌رسانی و بلندبرداری فعالیت کسبی کارمندان مقامات حفظی حقوق در پیشگیری تروریسم در بین شهروندان خارجی سخن رفته است. ادامه خبرها و در روسیه قرار می‌گیریم. در مسکو اولین وکسینه بر ضد کوروناویروس به قید گرفته شد، گفته است پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین. صبح امروز بار اول در جهان یک وکسینه علیه سرایت کوروناویروس به قید گرفته شد. اعلام داشته است ولادیمیر پوتین هنگام ملاقات با اعضای حکومت طریق ویدیو کنفرانس. ولادیمیر پوتین قید کرده است که واکسینه های کوروناویروس پیش از ثبت نام همه سنجش‌های ضروری را گذاشتند. رهبر روسیه با متخصصان برای کار درباره واکسینه های کوروناویروس اظهار سپاس کرده است. ولادیمیر پوتین اعلام نموده است که وی در آینده نزدیک 3 سال عمومی واکسینه مذکور را انتظار است. وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو تصدیق کرد که اولین واکسینه ضد کوروناویروس در روسیه ثمراناکی بلند و بی خطری را نشان داده است. متخصصان روس در بهار با تهیه واکسینه بر ضد کوروناویروس شروع کردند. واکسینه سخت تاثیر ضد کووید 19 سنجش اختیاریان را در نیمه ماه ایون در بر گرفت. مهمترین تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز میشنوید و به تاجیکستان میرویم. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آماده است که از 50 بورسیه برای تحصیل سال 2020-2021 5 عدد آن را به شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان جدا کند. در این باره از ضمن ملاقات وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان محمد زوی رهبر خبر داده شد.
از این ملاقات مصاحبان درباره همکاری‌های موجوده سفارت افغانستان در تاجیکستان با وزارت معارف و علم از جمله گسترش همکاری‌های علمی و تعلیمی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردند. همچنین مسائل مربوط به تحصیل و بودجه دانشجویان افغان در تاجیکستان، موجودیت و تمدید روابط برای دانشجویان و دادن استیپندی‌ها از جانب حکومت به شهروندان افغانستان در سال تحصیلی 2020-2021 تحلیل کرده شد و جانب‌ها به نظر عمومی دست یافتند. در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند در ساحه معارف و علم بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان یک قطار کارها به انجام رسیدند. از جمله در اساس نقشه جلسه هفتم کمیسیون بین حکومتی همکاری اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تکنیکی بین کشورها در دایره توافقنامه میان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در دایره توافقنامه میان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین‌شاه ژاو تیمور و دانشگاه بغلان افغانستان همکاری دائمی به راه مانده شده است. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری از اول سال 2020 در تاجیکستان 83 کارخانه نوی صنعتی به کار درآورده شده است که در آنها بیش از 1,000 جای‌های نوی کاری تأسیس یافتند. اکثر کارخانه‌ها در ولایت سرخ گشوده شده‌اند که شماره‌شان 34 عدد با تشکیل 407 جای‌های نوی کاری گفته می‌شود. در ولایت خطگان باشد 21 کارخانه با 143 جای کاری و در ناحیه‌های تابع جمهوری 13 کارخانه صنعتی با تشکیل 77 جای نوی کاری ثبت گردیدند. در این مورد ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز استثنا نیست. در این منطقه کوهی مملکت 2 کارخانه به فعالیت درآمده است و در شهر دوشنبه باشد 13 انشاءات صنعتی که در آنها 501 نفر کلک کار شروع کردند. از بین کارخانه‌های گشوده شده 29 کارخانه در ساحه صنعت خوراکباری، 17 کارخانه در صنعت سبک، 17 کارخانه به استحصال مسائل ساختمانی و 13 کارخانه در ساحه ماشینسازی فعالیت را پیش میبرند. غیر از این 2 کارخانه نو در صنعت کوهی و یکی در ساحه بافندگی به کار درآمدند. 4 کارخانه‌های باقی مانده به دیگر بخش‌های اقتصادی تعلق دارند. در مجموع امسال کارخانه‌های صنعتی به مبلغ 491 میلیون سومانی یا تقریباً 47.5 میلیون دلار محصولات صنعتی استحصال کرده‌اند. رهبر سازمان عمومی جهانی تندرستی تدروس ادحان گیبروس به جمهوری‌ها توصیه داد که در مبارزه با پنجشنبه سرایت کرونا به زلند نو پیروی کنند. وی گفت که قطار کشورها در منطقه مکونگ بسیاری از کشورهای جزیروی در کریب و اقیانوس یورم همچنین رواندا و زلندی نو توانستند که پنجشنبه ویروس را در مرحله اول پیشگیری کنند. طبق اطلاع اینترفکس الخصوص ادحان گیبروس زلندی نو را قید کرده تلاش‌های حکومت محلی را در مبارزه علیه پاندمی مثبت ارزیابی کرده است. رهبر سازمان جهانی بهداشت اینچنین یادآور شده است که حالت‌های نوی سرایت کرونا در زلندی نو در طول زیاده از 100 روز مشاهده نشده است. 11 آگوست دانشگاه جان هاپکینز خبر داد که شماره حادثه‌های اشکال شده سرایت کرونا در سراسر جهان از مرز 20 میلیون نفر گذشت. قبلا میلیاردر آمریکایی و مؤسس مایکروسافت بیل گیتس جدولی به پایان رسیدن پاندمی کرونا را برای بعضی کشورها اعلام کرده بود. عقیده او تا آخر سال 2021 سرایت کرونا خاتمه می‌یابد. مهمترین خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.